عاشق شدین ازدواج کردین؟ بله دیگه، چون از کار اخراج کردن منو، دیدم کاری ندارم. سال 58 گفتیم بریم ازدواج کنیم. عاشق شم. عاشق شدیم. خانم منم دانشجو بود، اونم اخراج کردن، گفتیم دیگه عالی. اون موقع ارزون بود دیگه همه چی. خونه هم گرفته بودیم، هم مجانی. خونه مجانی داده بودن؟ دست شما نداده بودن، اشغال کرده بودن. آره. آبه. وای 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 وای، چطور میشه با یه سوال ساده هممون پاره شد؟ گفتم شاید دلشان سوخت. نه. آن زمان وقت می صبح دمان است. بعد میگن عارف بوده. آن زمان وقت می صبح دمان است که شام گرد خرگاه افق پرده شام اندازد. ما معنیشو فهمیدیم، شما معنی نکنید. دوست داریم بگین چجوری آشنا شدیم با همسرتون؟ شاگرد من بود مدرسه. خیلی معلم متحدی بودین اصلا. شاگردتون نظر نداشتین. من تهران شدم دبیرستان‌های دخترانه. تصمیم داشتم ازدواج کنم دیگه. درس میدادم، نگام میکردم. شماره چجوری گرفتین؟ شماره نبود آقا، چجوری؟ خب هر کی کار داشت، هنوزم اینجوری هم میگم الان که اینجا وقت نیست. شماره‌تون رو بدیم با من صحبت کنیم.